بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیة الله فی الارضین. امروز سالگرد یک میلاد بی‌نظیر است، هم از حیث مولد بی‌نظیره، هم از حیث فرزند ولادت یافته، هم مولد و هم مولود. مولد کعبه است. در تاریخ ما چه کسی را دیگر سراغ داریم که در خانه خدا در کعبه متولد شده باشه؟ مولود علی مرتضی سلام الله علیه است که درباره ایشون چند جمله بعداً عرض خواهم کرد. بنابراین از لحاظ ولادت این بزرگوار روز 13 رجب یک روز استثنایی و بی‌نظیره. امروز همینطور سالگرد شهید عزیز عالی قدر ما شهید سلیمانی است. درباره شهید سلیمانی به حمدالله زیاد صحبت شده است، زیاد نوشته شده است. من اگر بخواهم درباره این شهید عزیز که از نزدیک زندگی او و کار او رو مشاهده کردم جمله عرض بکنم، باید بگم سلیمانی مرد ایمان و اخلاص و عمل بود. این سه خصوصیت. مرد ایمان بود، یعنی به کاری که میکرد ایمان داشت، به هدفی که برای اون هدف تلاش